برای شما پیشنهاد میکنم مهاجرانی که در فدراسیون روسیه ما رو میبینید، اولتر من خدا کنید که با پای شما خار نخلد و شما سلامت و بردم و سرپل به نزد فرزندانتون برگردید. ولی خدای نکرده اگر شما از بیماری‌های ستون مهره، گریژا، استراخاندروز و عموما هر بیماری که به میان ربط دارد اذیت میکشید، حتما مراجعت کنید به دکتر بختیار که در نزد بازار صدوات شهر مسکو یک مرکز طبابتی هجامه کشاده است که شما در اکران معلومات بیشتر از مرکز طبابتی هجامه خواهید دید. و همزمان ما بازم شرح بیشتر از مرکز طبابتی هجامه در جای اپیسان، یعنی در جای شرح بیشتر میگذاریم و باور داریم که شما با رفتن به نزد دکتر بختیار پشیمان نخواهید شد. همزمان با سهم شما میرسونیم که در اکران میبینید و در جای اپیسانی دکتر بختیار از رفت طبابت خودش ویدیو گزارش ها برای شما پیشنهاد میکند. من خودم شخصا چند از این ویدیو گزارش ها را دیدم، بسیار مفصل آنجا برای شما اطلاع میدهد که کدام نمود بیماری رو چگونه طبابت میکنند. خواهش میکنم به همین صفحه برادر بختیار هم آبونه شید و هم ویدیوهاش پیگیری کنید و برای دیگران پیشنهاد کنید. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. بیشک شبهه الله عزوجلال در جان ما مسلمانان یک مینت بزرگ گذاشت. چه جای ما مسلمانان برای جامعه بشر پروردگار بزرگ یک هدیه بزرگی را در شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هدیه نمود. پیامبری که نور آورد، پیامبری که علم آورد، پیامبری که فرهنگ آورد، پیامبری که دانش آورد، پیامبری که به انسانها انسانیت را آموخت، پیامبری که الحمدلله رب العالمین تا به امروز وقتی که تقسیم بندی میکنن حتی غیر مسلمان ها در میان ابرمردهای تاریخ بشر در جای اول میگذارنش. یک معرخ بسیار معروف امریکایی است به نام مایکل خارت، کتاب دارد 100 ابرمرد بزرگترین تاریخ بشریت. در جای اول رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشته است. مردی که مسلمان نیست که بگیم به تعصیب است، فناتیک است، اصلا نصرانی است، شاید یهودی الاصل هم باشه. حضرت عیسی را در جای سوم گذاشته است، حضرت موسی علیه السلام را در جای چهارم. وقتی ایراد گرفتن گفت من گفت بزرگی همون شخص از حساب آن اندازه کردم که نقشش چی بود، نقشه تا کدام اندازه بزرگ بود، برای عملی کردن نقشه چی امکانات داشته بی مردی خدا و نهایت نتیجه کارش. با خدا قسم گفت اگر همین سه معیاری که بزرگی انسان، نبوغ هر یک انسانی به او سنجیده می شود گذاشته شود، اصلا بگیریم او میگه به طریق همین تقدیری اسلام نگرفتم جای دیگه مسیحی چهارم و پنجم کردم، نباشد در تاریخ انسانیت یک ابرمرد است محمد صلی الله علیه و سلم، جای شک هم ندارد. خدای بزرگ در جان و مینت گذاشت وقتی که از میان بنی بشر حبیب دلها محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث کرد. پیامبری که تعلیم آن داد چیزایی را که نمیدونستی، پیامبری که بنی بشر از راه گمراهی نجات داد. واقعا دین ادیان در همون سال زمان ها به خدا قسم اگر یک تاریخ نظر کنه به حیث یک بطلاق شده بودن دیگه. اینقدر دین های خدا را ایواز آمیخته کردن، با سخن ها تحریف کردن که دیگر راه و روش نداشت. این اسلام نو این دریای بزرگ آمده، همه اونا با راه گرفتن و ایده های اسلامی را استفاده بردن تا امروز ارزی وجود دارن. یک متفکری بزرگ اروپایی است، یک شاعری بزرگ هم است، گیوته. گمان میکنم که این گیوته را نوش همه میدونم. الحمدلله رب العالمین امروز در بین ما داملاوایی هستند که حتی در آزمونی فروغ صبح دانایی شرکت میکنن، با جاهای مقصد بهترین انتخاب میکنن. خدا را من شکر میگم. حقیقتا علما باید همه خیل باشن، باید صاحب علم و فرهنگ باشن. انا با یک روز را بفهمه که همه گیوت کتاب داره، یک داستان داره با نام نغمه محمد صلی الله علیه و سلم و همین کتاب خدا رحمتش کنه علامه اقبال لاهوری
در همون زمانهایی که در میونخن رساله دکتریش حمایت میکرد به زبان فارسی نو گرفت ترجمهش کرد. بزرگترین شاعر اصلی بیستی فارس نویس، فارسی زبان. میگه که گیات پیسه اسلام میکنه، بزرگی اسلام میکنه. بنگر که جوی مست چه مستانه میرود. این مردک شاعر بزرگترین شاعر اروپا است. در خود یگانه از همه بیگانه میرود. ابتدای سرشوی اسلام میگه که مثل یک جوی بود، اما عجب مستانه میرود، پروای دنیا نداره. در قصهش نیست که اینجا بیابان ای، اینجا علف ای، اینجا خاک ای، اینجا که ای، عجب مستانه غیل زده میگه و صدا برآورده رفته است. در راه او بهار پریخانه آفرید، نرگس دمید و لاله دمید و سمن دمید. میگه بهار در راهش آخه همین دیگه جلوه کرده است، ایس گلی لاله و ایس علف گل اشوه داد و گفت یکی پیش ما بیست، خندید غنچه و سری دامانی او کشید. دعوتش میکنن ای کجاشی تو بون میره، بیا اینجا ما را آغوش کن، یک کمتر همراه ما استراحت کن. مقصد همین دنیا با تمامی زیور و زینتش خواست که جلبش کنه، خواست که این دینی خدا را دینی دنیوی کنه. ناآشنای جلوه فروشان سبز پوش صحرا برید و سینه که و کمر درید. اما میگه هیچ عنایت به زیبایی و به زرق برق دنیا نکرد. همون روحش دوام داد، صحرا را برید، سینه که و کمر درید. نهایت او جو دریا شید، بحر شید. زی بحری بیکرانه چه مستانه میرود. در خود یگانه از همه بیگانه میرود. بعضا میگه سجوی و مرغ باغ و کیستان و باغ و راغ گفتند ای بسیطی زمین با تو سازگار. ما را که راه از تو نکوبی نبرده ایم، از دست برد ریگ بیابان نگاه دار. همین مرغ زورکایی که در بین ریگ بیابان هستند، بعضی جا وحنگ کو اوی که کلمک زدگی هم بطلاق شدگی هم. میگه به همین آب، به همین دریای مقصد با حشمت مراجعت کردن که ما را نجات بده. ما در همینجا دیگر ره نیفتیم، در همینجا رست شدیم. اگر ما را نجات دادی آیسته آیسته ریگ بیابان ما را میپوشونه، نصف میشه میریم. او واحه ها و او آبهایی که با بطلاق مبدل شده این دین ها هستند که در روی دنیا وجود دارند که ما را اتئیسم حالت پشانده است، با دنیا داده شدیم. امروز دیگه ریگ بیابان بالا ما حمله کرده است، ما را نجات ده. وا کرده سینه رو به هوای شرق غرب، در بر کشیده همسفران زبون و زار. زی بحری بیکرانه چی مستانه میرود، با 100,000 گوهر یک دانه میرود. میگه آغوش باز کرد، عقیده و ایده هاش پیشنهاد کرد. ولی اگر همین تاریخ دین نصرانی را ببینید، در عصرهای میانه یک شخص با نام فما اکوینسکی میگه، فما اکوینی، همین کتابای امام غزالی را خواند، از همونا استفاده برد، همون ایده ها را گرفت برای خودش پیشنهاد کرد. در جاهایی که در بنبست غلطیده بودن، توپیک دیگه علاج امکان نداشتن که جواب دنیوی و دهریا را بدن. با استفاده از عالمای اسلامی، با استفاده از عقاید اسلامی راه یافتن تا امروز اومدن رسیدن. یعنی که تمام بنی بشر مدیون محمد صلی الله علیه و سلم هستند. برادران، یک نعمت پروردگار فقط برای مسلمانان نیست، برای تمام بنی بشر است. با همین خاطر وقتی که اول مردای تاریخ نگاه میکنی، حتی از غیر مسلمانان را، اونایی که علم دارن، اونایی که واقع بین هستن، اونایی که در دل تعصب ندارن، کینه ندارن، حتما بزرگی محمد صلی الله علیه و سلم اظهار میکنن. یک فیلسوف نویسنده بسیار شهیر فرانسوی است با نام لامارتین میگه که در پهلوی محمد صلی الله علیه و سلم در تاریخ انسانیت کسی را گذاشته نمیشود. اگر همون ابرمردهایی که شما ابرمردی تاریخش میگن ببینه امپریا ساخته باشند، اسلحه و ارمیا ساخته باشند، دولت تشکیل کرده باشند، محمد صلی الله علیه و سلم ایده کرده است
ایده را پیشنهاد کرده است، جهان مسخر کرده است. اگر هم علما و متفکرها و بزرگا ساخته دست خودشون هر قدر با حشمت باشه، بسیارش به چشم خود دیدن که چه خیلی ولنگار میشود، چه خیلی ویران میشود، چه خیلی امپریاها پاش میخورن، چه خیلی خشونها و ارمیها تارمار میگردن. عمل محمد صلی الله علیه و سلم تا هنوز زنده است. لامارتین در عصر 18-19 زندگی میکرد. امروز ببینه میگه اوه مسلمان ها 20 امپریای بزرگ در دنیا تشکیل کردگیان، یا تاریخ دیگر که نه. و امروز در سراسر کره زمین مکان نیست که اونجا صدای از اون شنیده نشود، نمازی با جماعت نباشد. همه همی به شرافت محمد صلی الله علیه و سلم دست داده است. وقتی خدای بزرگ ما را تاکید میکنه که خداوند الله ذوالجلال در جان شما منتی بزرگ داره و این پیامبر محبوب حبیب شاه برای شما را مبعوثی با پیغمبری کرد، منظورش همین است برادرای عزیز. شکر نعمت الله حکیمه. با خدا قسم اگر شبانه روزی یاد خدا و ذکر خدا کنیم، از 1001 شکر پروردگار را ما انجام دادن نمیتوانیم. ولی متاسفانه امروز در جامعه بشری هستند کسایی که نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم تحقیر توهین راه میتن. اینو اصلا همین فراست او را ندارن که آخه محمد صلی الله علیه و سلم مثل دیگر بنی بشر نیست، این حبیب الله است. عقلشون را نمیگیرن، گمان میکنن که همین مثل یک شخصیت عادی و قطاری است. ما آزادی سخن داریم، هر کسی را بخواهیم مقصد که مسخره و مزاح میکنیم، خودشون با پیغمبران برابر میکنن. همین جهالت نادانی و حماقت و اساسابی همین است که مقصد اینقدر اعتراضهای شدید علیه بر میخیزه. اگر به شرط میفهمیدن که این پیغمبران بنده‌های برگزیده خدا هستند، خاصتا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هرگز جهالت در راه نمیدادند. در جامع السنن امام ترمذی با روایت از شاه مفسرین قرآن حضرت عبدالله ابن عباس حدیث اومده است. حضرت میگه ان ناسا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم جلسوا ینتظرونه. یک ایده از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم منتظر خروج حضرت میگه در مسجد نشسته بودند. حضرت انتظار بودن که بروید. فقال بعضهم لبعض، همین آدم که شش حتما یک گپ در ذهنش میآید کو، یگان گپا که میگه کو. اگر اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد هرگز گپی دنیا نمیگفتند. یک نفرش گفت عجبا این الله اتخذ من خلقه خلیلا اتخذ من ابراهیم خلیلا. گفت عجب، پروردگار بزرگ به این عظمت و مجد بزرگی از میان مخلوقاتی که خودش خلق کرده است یک نفرش با خلیل انتخاب کرده است، دوست انتخاب کرده است. حضرت ابراهیم خلیل خود خوانده است. یک نفر دیگرش گفت ماذا بعجب من کلام موسی کلمه تکلیما. همه گفت از این عجبتر مگر سخن گفتن حضرت موسی علیه السلام با پروردگار نیسته؟ به واسطه گپ زده است. یک نفرش گفت فعیسی کلمت الله و روحه. نسبت حضرت عیسی چی میگه؟ که حضرت عیسی پدر نداشت، کلمه ای است که خدای تعالی در بطن مریم بتول القا کرده. عیسی علیه السلام تولد شد، روح اللهش میگن. یک شخص دیگرش گفت فآدم اصطفاه الله تعالی. گفت برادر این معجزه آدم علیه السلام با از معجزه حضرت عیسی بزرگتره. عیسی مادر داشت، خداوند آدم علیه السلام با بی پدر و مادر خلق کرده است، از یک قبضه خاکی که از جمعی زمین قبض کرده شد. همه وقت میگه حضرت صلی الله علیه و سلم خارج شد، بسیار آدابی بزرگ داشت. ای کاش که ما مسلمان ها و پیامبری که تقلید کنیم همه آداب و اخلاق داشته باشیم. هیچ کس پیش از رسول الله صلی الله علیه و سلم امکان سلام کردن نداشت. میدید مسلمان ها در حال سلامش میدید و سلام علیکم میگه برومد بر قوم سلام داد. بعدا گفت لقد سمعت کلامکم و عجبکم. شنیدم گفت سخنتون تعجبتون شنیدم. این ابراهیم خلیل الله و هو کذالک. ولی آگاه باشید حضرت ابراهیم خلیل الله است. کسی را انکار کنه او مسلمان نیست، ایمان نداره. و موسی نجی الله
و هو كذلك. بله حضرت موسی در کوه طور بواسطه با الله عزوجل صحبت کرده است. آیه قرآن منکرش کافر و عیسی روح الله و کلمته و هو كذلك. بله حضرت عیسی روح الله هیچ جای شک نداره. و آدم اصطفاه الله تعالی و هو كذلك. بله حضرت خداوندی آدم علیه السلام برگزید، ملائکه ها را امر کرد، ملائکه هایی را که از نور آفریده شدند در پیشش تعظیم کردند. این واقعیت دارد. انا حبیب الله ولا فخر. اما شما آگاه باشید، این الا کلمه آگاهی، هشدار باشید، آگاه باشید، دقت. من حبیب الله هستم. خلیل گجا، کلیم گجا، کلمه گجا، حبیب گجا. حبیب شخصی را میگن که در دادن جان براش مضایقت نمیکنه. شخص فراموش نکنید. من حبیب